سلام. سلام. اسم کوچیکت چیه؟ امین. امین، براو. امین جان، چون پسر خیلی خوبی هستی، هر وقت دیدی عیال خسته است، گو از حمید خلبان به عزیزم در برج مراقبت. بعد یه ذره میگذره، بعد جو بده، بگو هانی من دارم باهات صحبت میکنم، یه لغت نمیکنم ها. بعد این دفعه دیگه نشون میده که داره گوش میکنه، میگه امین جان من دارم گوش میکنم، بگو. بعد بهش بگو دوباره، بگو از امین خلبان و عزیزم در برج مراقبت. آیا در قلب شما جایی هست من فرود بیام یا باید دور سرت بگردم؟ هر دوتاش قشنگه عزیزم. آره. حالا اگه خواستی شیطنت کنی اون وقت بگو من میدونم اون باندو کی اشغال کرد، حال نداره. بعد سری کن، بعد داداش خواهر همه رو بگو دیگه.